در هفته‌ای که گذشت دو اتفاق خیلی ناگوار در تاجیکستان افتاده بود که کلیپاشو بعضی از دوستانمون فرستادن. من خدمت شما عزیزان پخش میکنم و بعد از اون در این مورد صحبتی خواهیم کرد که دو مسجد از مساجد اهل سنت را تبدیل کردن به رقاصه خونه و اونجا موسیقی پخش میکنن و میرقصن و میخونن. البته من پیشاپیش عذر میخوام از موسیقی که وجود داره در این، فقط به خاطر اینکه شما عزیزان یقینتون حاصل بشه که دارن در اینجا موسیقی است و خوندن است و اینم در داخل مساجد. همونطوری که میدونید در سالی که گذشت، در حدود 7-8 ماهی که گذشته، چیزی در حدود 1300 مسجد رو تبدیل به یعنی دیسکو کلب کردن، تبدیل به چایخونه و نمیدونم پارک و مدرسه و این مسائل. برسرد این دو تا کلیپ رو با هم میبینیم و بعدا در موردش صحبت‌هایی خواهیم داشت. تشکر احمد جان. کلیپ بعدی هم یکی از مسجد دیگری است که تبدیل کردن به جای رقص و موسیقی. تشکر میکنم. دوستان عزیز، الله سبحانه و تعالی، آیت دیگری هم هست، من به یک آیه اکتفا میکنم. در سوره بقره آیه 114 در اینجا احمد جان اگر نشون بدید، در آیه 114 سوره بقره الله سبحانه و تعالی میفرماید که ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعی فی خرابها. و کیست ستمگارتر از آن کس که مسجدهای الله را باز داشت که در آن نام الله برده شود و سعی فی خرابها و در ویرانی آنها کوشید. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرة عذاب عظیم. شایسته آنان نیست جز به حال ترس وارد این مساجد شوند. بهره آنان در دنیا خواری و رسوایی و در آخرت عذاب بزرگی است. الله سبحانه و تعالی مجرد مانع شدن از اینکه نماز خوانده بشه در مسجد میگه که کیست ظالمتر، یعنی هیچ ظلمی در دنیا بالاتر از این نیست که کسی بیاد و
مسلمانان را از ذکر الله، از نماز خواندن، از قرآن خواندن در مساجد مانع بشه. من فقط همینطور یک سرچ زدم در مورد صفات ظالمین که ظالمین چه کسانی هستند. از صفات ظالمین این است که الله سبحانه و تعالی اینها رو دوست نداره. در سوره آل عمران آیه 57 میفرماید که والله لا يحب الظالمین، الله سبحانه و تعالی ظالمین را دوست ندارد. در سوره آل عمران آیه 140 الله سبحانه و تعالی میفرماید که والله لا يحب الظالمین، الله سبحانه و تعالی ظالمین را دوست ندارد. در سوره شورا آیه 40 الله سبحانه و تعالی میفرماید که انه لا يحب الظالمین، الله سبحانه و تعالی ظالمین را دوست ندارد. اینایی که این مساجد رو خراب میکنن یقین داشته باشید که اینها سرنگون میشن، یقین داشته باشید که اینها از بین میرن. این وعده الله سبحانه و تعالی است. در سوره فاطر الله سبحانه و تعالی میفرماید که فما للظالمین من نصیر، برای ظالمین هیچ یاری رسانی نیست. در سوره شورا آیه 8 میگه که والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، کسایی که ظالم هستند، ستمگر هستند، برای اونها نه یاری دهنده و نه کمک کننده است. همچنین این اشاره است به علما، به دعوتگران، به اونایی که دین خودشون رو در مقابل دنیا فروختن که الله سبحانه و تعالی در سوره هود آیه 113 میفرماید که ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. و در کنار کسانی که ستمگار هستند قرار نگیرید که آتش دوزخ به شما میرسد. اونها میرن به دوزخ، شما را هم با خودتون میبرد. در سوره انعام آیه 68 فلا تقعد بعد ذکری مع القوم الظالمین، بعد از ذکر الله سبحانه و تعالی، بعد از اینکه آیات قرآن بر تو نازل شد، با قوم ستمگار نشین. همچنین در سوره اعراف آیه 47 دعایی است که قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، پروردگار ما را با قوم ستمگار قرار نده. در سوره اعراف آیه 150 ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، و مرا با قوم ستمگار نگردان. صفت دیگر ظالمین کسانی که مساجد الله سبحانه و تعالی رو خراب میکنن یا مانع میشن که در اونجا ذکر الله سبحانه و تعالی یاد بشه، که الله سبحانه و تعالی اونها رو هدایت نمیکنه. امید به هدایت اونها نداشته باشید. بعضی از اینایی که زندیق و کافر و ستمگری رو ولی امر خودشون قرار دادن، بدونن که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 258 میگه که والله لا یهدی القوم الظالمین، الله سبحانه و تعالی قوم ستمگار رو هدایت نمیکنه. در سوره آل عمران آیه 86 میگه که والله لا یهدی القوم الظالمین، الله سبحانه و تعالی قوم ستمگار رو هدایت نمیکنه. در انعام 144 میگه که ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله سبحانه و تعالی قوم ستمگار رو هدایت نمیکنه. و در سوره قصص آیه 50 میگه که ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله سبحانه و تعالی قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. و صفت دیگر اینها این است که اینها رستگار نمیشن، نه در دنیا نه در آخرت. در سوره انعام آیه 21 میگه که و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمین. کی ظالم تر از کسی که دروغ ببنده بر الله سبحانه و تعالی و آیات الله رو تکذیب بکنه؟ الله رستگار نمیکنه ظالمین رو. در سوره قصص آیه 37 میگه که انه لا یفلح الظالمون، قوم ظالم رستگار نمیشن. در سوره یوسف آیه 23 میفرماید که انه لا یفلح الظالمون، انسان های ستمگار رستگار نمیشن. بذارید ظلم بکنن، بذارید مساجد رو خراب بکنن، بذارید تبدیل به رقاص خونه بکنن، هر ستمی که از دستشون میاد بکنن، اما الله سبحانه و تعالی میگه که اونها رو وعده میده که اونها رو نابود میکنه.
در سوره شعرا واقعا یعنی جالب است این آیه رو که الله سبحانه و تعالی میگه که الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعده وما من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. و میدانند کسانی که ستم کردن، ظلم کردن، که به چه بازگشتی باز خواهند گشت. و همچنین در سوره زمر آیه 51 و همچنین در سوره حج آیه 45 الله سبحانه و تعالی در سوره نمل آیه 52 خرابی خانه کسانی را که ظلم میکنند رو وعده داده. فتلك بیوتهم خاویة بما ظلموا ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون. این خانه های اونهاست که خالی شده به خاطر اینکه ظلم کردن. این نشانه است برای قومی که میدانند. در سوره حج آیه 45 الله سبحانه و تعالی خرابی روستاها و شهرها و دیار کسانی رو که ظالم هستند در اونجا وعده میده. الله سبحانه و تعالی میگه وای وای از طرف الله سبحانه و تعالی. شما تصور بکنید یک پلیسی حکومتی به شما بگه وای به حالت، چقدر شما میترسید. الله سبحانه و تعالی وقتی بگه که فویل للذین ظلموا من عذاب علیم، وای به حال کسانی که ستمگار هستند از عذاب دردناک. زخرف آیه 65 قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین. سوره انبیا آیه 14. همچنین الله سبحانه و تعالی وعده کرده که برای ستمگاران آتش جهنم رو آماده کرده. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم. بگو ای محمد که حق از جانب پروردگار توست، کسی که میخواهد ایمان بیاورد و کسی که میخواهد کافر شود. ما برای ظالمین، برای ستمگاران ناری رو، آتشی رو آماده کردیم که اونها رو در بر میگیره. و همچنین در سوره حشر آیه 17 فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظالمین. و جزای اون دو این بود که در آتش جهنم جاویدان بمانند. این جزای کسانی است که ستمگار باشند. و همچنین بعد از مرگ عذاب دردناک الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیه 28، در سوره ابراهیم آیه 22، در سوره شورا آیه 21، در سوره شورا آیه 42 ندامت اونها در روز قیامت، در سوره شورا آیه 44، در سوره انبیا آیه 97 وقتی که اجلشون فرا میرسه، وقتی که عذاب الهی رو میبینن میگن که یا ویلنا قد كنا فی غفلة من هذا بل كنا ظالمین. بار الله ما در غفلت بودیم، بلکه جمله ستمگاران بودیم، اما فایده ای نداره. خداوند لعنت بکنه اینهایی که مساجد رو تبدیل به محل موسیقی و رقص میکنه. خداوند لعنت بکنه اینهایی رو که مساجد الله سبحانه و تعالی رو خراب میکنن به بهانه‌های مختلف، زیرا الله سبحانه و تعالی این ستمگاران رو لعنت کرده. در سوره هود آیه 18 الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خداوند باد بر ستمگاران. در سوره اعراف آیه 44 میفرماید که الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت الله سبحانه و تعالی بر ظالمین باد. و همچنین وعده الله سبحانه و تعالی است که اونها رو هلاک میکنه. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و اهلها غافلون. و همچنین در سوره عنکبوت آیه 31 در مورد هلاکت و نابودی کسانی که ستمگار هستند، در مورد حسرت اینها به خاطر ظلمی که کردن. همینایی که امروز مساجد رو خراب میکنن و تبدیل به محلات جای موسیقی و رقص میکنن، اینها در سوره زمر آیه 47 الله سبحانه و تعالی در روز قیامت آرزو میکنن که داشته باشن پول، دارایی، اما اگر همه زمین و آسمان رو به اینا در اختیارشون قرار بدن و اینا بخوان که با رشوه دادن خودشون رو بخرن و نجات بدن، نمیتونن نجات بدن.
در سوره زمر آیه 47 الله سبحانه و تعالی این مسئله رو ذکر میکنه. در سوره شورا آیه 22، در سوره یونس آیه 39، در سوره قصص آیه 40 و در سوره نمل آیه 4.